بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز سلام بر شما. امروز پنجشنبه 11 شعبان المعظم سال 1445 هجری قمری برابر است با سوم مهوت سال 1402 هجری شمسی و مصادف است با 22 فوریه سال 2024 میلادی. توجه نمایید به مجموعه خبری این ساعت. در آغاز سرخط خبرها. سفر معین وزارت ارشاد، حج و اوقاف به هرات به منظور بررسی روند اعمار مساجد در این ولایت. ملاقات معاون مقام ولایت با اعضای انجمن خوشنویسان هرات. و دیدار رئیس اطلاعات و فرهنگ از دفتر انسجام همکاری ترکیه در هرات. مشروع اخبار. معین مسلکی وزارت ارشاد، حج و اوقاف در سفرش به هرات با شمار زیاد از علما و ملا امامان مساجد در این ولایت دیدار کرده است. هدف از سفر این مسئول در وزارت حج و اوقاف امارت اسلامی بررسی اعمار چند باب مسجد در ولایت هرات و ملاقات با ملا امامان مساجد در این ولایت عنوان شده است. شعیب جلالی گزارش می‌دهد. جریان سخنرانی معین مسلکی وزارت ارشاد، حج و اوقاف کشور در جمع صدها تن از علمای دین و ملا امامان مساجد در شهر هرات. مولوی زر محمد حقانی در این نشست از نقش برجسته علمای دین در نظام امارت اسلامی یاد کرد و تاکید داشت که علما و ملا امامان مساجد باید شهروندان کشور را از مزایا و همچنان دستاوردهای نظام اسلامی در کشور آگاه بسازند. د امارت اسلامی چې فاتې ده او الحمدلله ورځ په ورځ قوي کیږي او اسلامی نظام قیام جهاد کې هدف ته رسیدل دا د دغه علماء کرامو برکت د امامانو د ائمه کرامو هغه که رسمي دي او که غیر رسمي دي ټول د ارشاد حج او اوقافو مربوط ائمه کرام دي. ټول دا ذمہواری لري چې د مساجدو کاري محور دا په ښه طریقه باندې سرته ورسي او په دې کې ډېر کوشش وکړي او کړی ده. معنوي پشتیبانه د اسلامي امارت هغه علما دي، هغه تاسو یاست. دا ستاسو زموږ د ټولو علماو دینی او ایمانی وجیبه ده چې خپل د نظام په څنګ کې ودرېږو. هغه فرصتونه چې په اوس عصر کې په اوسني وخت کې علماو ته په هر برخه کې موجود دي. در کنار این علمای دین در هرات نیز در این نشست حمایتشان را از تمام برنامه‌های نظام امارت اسلامی اعلام می‌کنند. باید یادآور شد که در جریان این ملاقات معین مسلکی وزارت ارشاد، حج و اوقاف شمار از خواستهای ملا امامان مساجد نیز مطرح گردید. در ادامه دید و بازدیدها از اداره‌های مختلف، معاون مقام ولایت از انجمن خوشنویسان هرات بازدید کرد. مسئولان این انجمن در این دیدار ضمن تقدیر از مهاجر فراهی جهت حمایت هنرمندان چالش‌ها و مشکلاتشان را با معاون مقام ولایت در میان گذاشتند. شماری از خوشنویسان کمبود امکانات فنی، مشکلات مالی در برگزاری نمایشگاه‌ها و عدم توانایی در چاپ آثار هنرمندان را از مهمترین چالش‌هایشان در دیدار با معاون مقام ولایت عنوان کردند. با این حال مهاجر فراهی وعده نمود تا در قسمت حل مشکلات موجود کارهای لازم صورت گیرد. گفتنی است که انجمن خوشنویسان هرات 45 نفر عضو دارد که از آن جمله 12 نفر آن استادان برجسته می باشند. رئیس اطلاعات فرهنگ هرات از دفتر آژانس انسجام همکاری جمهوری ترکیه در این ولایت دیدار کرد. آقای متقی در این دیدار با دکتر عرفات دینیز رئیس دفتر تیکا از فعالیت‌های فرهنگی و بازسازی آبده‌های تاریخی قدردانی نموده و از این دفتر خواهان همکاری‌های بیشتر جهت فعالیت‌های فرهنگی، گردشگری و همچنان حمایت هنرمندان دارالفنون قلعه اختیارالدین هرات شد. در جنوب پارک قلعه اختیارالدین دوکاکین ساخت هنرهای دستی که شامل معرق‌کاری، میناتوری، تذهیب‌کاری، خطاطی، خراسی، ابریشم بافی و قالین بافی موقعیت دارد. آمر گردشگری این ریاست خواهان همکاری‌های دفتر تیکا جهت برگزاری نمایشگاه‌های مشترک بین افغانستان و ترکیه
تورهای گردشگری و فرهنگی در داخل افغانستان و کشور ترکیه شد. رئیس دفتر تیکو در هرات وعده هر نوع همکاری به ریاست اطلاعات فرهنگ داده. همچنان دکتر عرفات از جشنواره بزرگ بهترین گزارشگر، عکاس، مستندساز به مناسبت روز جهانی خبرنگار خبر داد. گنج جدید مواشی در جوار مسلخ دولتی هرات افتتاح به کار آغاز نمود. اداره محلی هرات هدف از انتقال این گنج را ایجاد نظم بهتر و به میان آوردن سهولت‌های بیشتر به مالداران عنوان می‌کند. شعیب جلالی گزارش می‌دهد. مراسم افتتاح گنج جدید مواشی اینجا در محوطه مسلخ دولتی هرات. قبل از این خرید و فروش مواشی مالداران که از اطراف ولسوالی‌ها و حتی ولایت‌های همجوار به هرات می‌آمدند در منطقه در جنوب شهر هرات صورت می‌گرفت که به گفته مسئولان مسلخ دولتی این ولایت این اقدام سبب ایجاد سهولت‌های فراوان به شهروندان به ویژه مالداران می‌شود. با قسمی که شما می‌فهمین هر جایی که کشتارگاه باشه باید همجوارش گنج باشه. به می قسمت جای داره که ما از مقامات امارت اسلامی خیلی زیاد تشکری کنم که به این قسمت توجه کردن و به خواست مردم از این شهر هرات لبیک گفتن و از منطقه رباط قلوق هم گنج عمومی کلان شهر هرات به همجوار کشتارگاه که به شهرهای اسلام قلعه قرار دارد انتقال کردن. بعد گنج ها معمولا در نزدیکی یا در مجاورت مسلخ‌های ما میشن و انتقال گنج از جای قبلی از به مجاورت مسلخ دولتی هرات از هر لحاظ، هم از لحاظ صحی، هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ معیاری خوبتر شده و این تحت کنترل ریاست زراعت و شورولی ولایت هرات قرار میگیره. ما به نمایندگی از اتحادیه قصابان ولایت هرات این وعده و اطمینان به تمام همشهریان عزیز خود میدم گوشتی که از طریق کشتارگاه به دسترس مردم قرار میگیره، یعنی همین گوشتی که لیبل کشتارگاه یا تاپه صحت داشته باشه، مردم میتونن از این گوشت استفاده کنن که هیچ امراضی نداره. کشتارگاهی که ساخته شده در ولایت هرات تمام استانداردهای جهانی و معیارهای جهانی به زیر رعایت میشه. شماری از مالداران و قصابان نیز از این اقدام مسئولان استقبال می کنند. از ما خیلی راضیم، خوشحالیم. یک گوسفند ما 100 لیتر کرا میدادیم، یک گوی 500 لیتر کرا میدادیم، یک شتر از این ری میکردیم 700 لیتر کرا میدادیم. ما خیلی رضایت خوشی داریم برای از اینکه هم سر نخرو گوشت به ما تاثیر میکنه که میتونم کیلو 50 روپیه 40 روپیه 30 روپیه ارزان‌تر گوشت به دسترس قرار بدم. ما از این گنج رضایت داریم چون که موقعیتی هست، موقعیت به جای اوسطه. از قوریون زندجون او برادران باید فکر کنیم، میمیزک شکیون. اداره محلی هرات نیز هدف از روی دست گرفتن این اقدام را ایجاد نظم بهتر و به میان آوردن سهولت‌های بیشتر به مالداران عنوان می کند. اداره محلی هرات برای نظم بهتر و سهولت‌های بیشتر برای مالداران و دستفروشان مواشی گنج را در کنار مسلخ انتقال دادند و در آنجا برای مالداران و دستفروشان مواشی سهولت‌های بیشتری ایجاد شده. از جمله ساحه وسیع هست، از ازدحام جلوگیری شده، حفظ و صحه بهتر رعایت میشه و تیم صحی همچنان به صورت کامل از گنج و مسلخ نظارت دارند. باید یادآور شد که گنج جدید مواشی که در جوار مسلخ دولتی و شاهراه هرات اسلام قلعه واقع شده ساحه در حدود 25 جریب زمین را احتوا می کند که به گفته مسئولان ظرفیت نگهداری هزاران رأس مواشی را دارا می باشد. دو پروژه چکدم یا بندهای کوچک آبگردان با هزینه 6,222,337 افغانی در ولسوالی‌های اوبه و ادرسکن تطبیق گردید. 8 پروژه چکدم در ولسوالی‌های چشم شریف، فشن زرقون، زاول، غوریان، روادسنگی، کوهسان، گلران و زیرکوی ولایت هرات به قیمت مجموعی 30,857,250 افغانی افتتاح شده است. ملا عبدالسلام هجرت، رئیس احیا و انکشاف دهات، هدف از تطبیق این چکدم‌ها را تغذیه آب‌های زیرزمینی، کنترل سیلاب‌های موسومی، ایجاد فضای سبز، تقویت زراعت و مالداری و جلوگیری از تخریبات سیلاب‌ها بیان داشته گفت با تطبیق این پروژه‌ها مشکلات مردم از این نواحی برطرف می‌شود و زمینه کار و اشتغال برای صدها نفر کارگر ماهر و غیر ماهر
به طور مستقیم و غیر مستقیم فراهم شده است. آقای هجرت همچنان افزود که در 8 ولسوالی شامل چشت شریف، غوریان، گلران، زاول، زیرکو، پشتون زرقون و کوهسان عملاً کار جریان دارد که به زودی کار آن تطبیق می گردد. بینندگان عزیز، این بود مجموعه خبری این ساعت. توجه کنید به وضعیت هوای شهر و چند ولسوالی ولایت هرات. بینندگان عزیز، سلام بر شما. شب بر همگی شما بخیر. توجه فرمایید به وضعیت هوای شهر هرات و چند ولسوالی آن. جمعه شهر هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایینترین 3 درجه سانتیگراد. غوریان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایینترین 3 درجه سانتیگراد. کرخ آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایینترین 2 درجه سانتیگراد. و همچنین پشتون زرقان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایینترین 2 درجه سانتیگراد. و در پایان مرور مجدد داریم بر سرخط خبرها. سفر معین وزارت ارشاد، حج و اوقاف به هرات به منظور بررسی روند اعمار مساجد در این ولایت. ملاقات معاون مقام ولایت با اعضای انجمن خوشنویسان هرات. و دیدار رئیس اطلاعات و فرهنگ از دفتر انسجام همکاری ترکیه در هرات. بینندگان عزیز، از توجه و همراهیتان به مجموعه خبری این ساعت سپاسگزارم. وقت بر همه‌تان خوش. خدا نگهدار.